تو جلسه اول این دو مورد اصلی من برطرف شده است. دارم پی میبرم که یه سری چرخه‌های گم شده‌ای هست که من باید اونها رو توی خودم حل کنم و اینا رو نتونستم، شاید من نتونستم از توی صحبت استاد امین پیدا کنم که با توجه به منتورینگ شما اینا داره برام کم کم حل میشه و باز میشه و میتونم. من دیدم نکته که خیلی واسه من جذاب بود و دقیقاً شما وقتی مراجعه میکنید به پزشک شما نگاه میکنه میگه شما همچین مشکلی دارید. شما که ما در طول این مدت که ما داشتیم اون پزشک یا تریف ولی صحبت کردیم دقیقاً اون مشکلی که من داشتم اشاره کردید و حالا قرار در اون رفت کنیم. خیلی واسه من دقیقاً چیزی تو ذهنم بود و شما کشف کردید و قراره که با هم بریم جلو قضیه رو حل کنیم. ممنون ازتون. اون اطلاعاتی که شما دادید و امروز شاید من کم و بیش میدونستم ولی واقعا نمیدونستم چه جوری ازش استفاده کنم. خواهش می‌کنم با این تحلیلی که شما از چارت داشتید، نگاهی که به چارت داشتید و چقدر نگاه ساده و کاربردی و این نگاهی بود که من خیلی ها که بازار هستن نگاه رو ندارن واقعا به چارت. همون که اگر نگاه داشته باشن تریک کردن از اون کار خیلی ساده و راحتی هست. و این نگاهی بسیار بسیار کاربردی بود. من تا جایی دیدگاه ندیده بودم که این با دقت و با این جزئیات ولی خیلی ساده و کاربردی کسی به چارت نگاه کنه. با صحبت‌های جناب عالی خیلی از مشکلات بنده مرتفع شد و من خیلی راضی بودم.